خودشون نگاه. هنرمندا بسیار آدمای حساسی هستن و وقتی که فارغ میشن از یک کاری، دوره پر کردنشون و بازسازی خودشون دوره بسیار سختیه که مراقبت‌های ویژه میخواد. ولی کی به فکر کیه؟ تو باید خودت در خودت کشف کنی. من با 2 نفر که یکیش کیارستمی بود و یکی علی حاتمی، این دوتا اول به خصوص صحبت کردم، دیدم که همچون تعجب نکردن، گفتن آره ما هم همینطوری هستیم. گفت خاره طبیعیه دیگه، خودشون یه ذره بالاخره از من بزرگتر بودن و تجربهشون بیشتر بود. گفتن این یه چیز طبیعیه، اصلا این در این حال شاید خوبم باشه، یعنی که آدم اینقدر خالی میشه که میره تو خلا و باید فکر کنه که چجوری خودشو پر کنه، در غیر این صورت میری تو فاز افسردگی. اگر نتونی خودتو از فاز افسردگی نجات بدی، تو دام چیزای دیگه میفتی. من یواش یواش که به طبیعت علاقه داشتم، پیدا کردم که باید برم توی طبیعت و من هفته ای 7 روز میرفتم کوه و خیلی زیبا بود از این نظر که همه فکر کردم واقعا هفته یه روز بس دیگه خسته نمیشین. هیچ روز این طبیعت شبیه روز قبلش نیست. یعنی که از اون قنچه‌ای که جلو پات یا اونی در اومده، از فصل روز به روز در حال عوض شدنه، نور رنگش عوض میشه، نمیدونم زاویه نور عوض میشه، امروز اینو میبینی فردا اونو میبینی. اصلا رفقایی که در کوه پیدا میکنی، چون که هر روز هم میری تیپای مختلف میبینی. خلاصه این یه چیزی شد که منو نجات داد. یعنی من به طور آگاهانه بعد از هر کاری، اون اگر که خالی میشدم در خلا میرفتم، با طبیعت پر میکردم و اتفاقا باعث شد که زود چیز بشم، بخوام که خودمو پر کنم و برام انگیزه میشد که کار بعدی رو شروع کنم.